خب سلام. اول از همه سلام. انواع مختلف سلام ها رو گرفتم ولی الان میخوام همینطوری دیگه شروع کنم. انقدر سلام گرم خسته شدم. یه سلام خوشگل از من بپذیرید و اینکه اسم من غزاله، خوانندم و نوازنده ساز ویولون. 22 سالمه. ایران زندگی نمی کنم، ترکیه زندگی می کنم. همین الان به چنلم نمیدونم بالا میاد پایین میاد کجاه، هر جایی که هست اینجاها فکر کنم باشه. به چنل من سابسکرایب کنید. موضوع این قسمت از این موضوع ویدئوی امروز من قرار نبود این باشه، ولی گفتم چی بهتر از این، به خاطر اینکه شاید هیچ کس راجع به این موضوع تا الان صحبت نکرده باشه. شاید میگم من تا جایی که خودم میدونم کسی ندیدم صحبت کرده باشه راجبش، ولی خب خیلی ذهن خودم رو درگیر کرد. اولش که واسم پیش اومد گفتم اینجا هم باشه، چون که توی اینستاگرامم، اگه اینستاگرامم ندارید راستی و از طریق یوتیوب دارید منو میبینید اولین باره، اینستاگرامم یه جا اون بالا پایین چپ راست یه جایی میاد، اونم فالو کنید که موزیکا هم ببینید. داشتم میگفتم توی اینستا داشتم برای بچه ها آپدیت چالنجی که شرکت کرده بودم و میذاشتم، از ورزشام میذاشتم هر روز واسه شون. من 2 تا پیج دارم، توی اون یکی پیجم براشون کامل از دیتیل ورزشم میذاشتم. همه اینا که بوم یه دفعه من توی چالنجم شکست خوردم و این شد که موضوع اولین ویدئوی یوتیوب خانم غزال شد شکست در چالنج 70 روز. 4 دقیقه از ویدئوم گذشت، یه حرف درست حسابی نزدم. بریم سر اصل مطلب. چرا من توی چالنج 70 روزم شکست خوردم؟ آقا من داشتم چالنجمو، خب خیلی از یعنی چند نفر خودم دعوت کرده بودم، کلی آدم دیگه اومدن هی به هم دایرکت دادن که ما هم میخوایم شرکت کنیم، ما هم باهات همراه باشیم. مثلا خب خیلی واقعا ما هممون به انگیزه نیاز داریم و چالنج همیشه میتونه یه چیز خوبی باشه واسمون که انگیزه داشته باشیم و با هم دیگه همراه بشیم واسه این که یه کاری رو، یه هدفی رو انجام بدیم و بهش برسیم. واسه همین خیلی همه یعنی یه اکیپ شده بودیم که تقریبا داشتیم ورزش میکردیم. خیلی های دیگه اصلا ورزش نمیکردن ولی در کنار من بودن که یه چالنجی رو انجام بدن، حالا توی موزیک یا هر چی. خیلی هاشون دوستای منن، احتمالا این ویدیو رو هم میبینن. از همینجا از همتون عذرخواهی میکنم. خواستم اینجا اولین بار اعلام کنم، به خودشون نگفتم، شاید به یکی از دوستان فقط گفته باشم. من توی چالنج 70 روز بچه‌ها شکست خوردم. با افتخار نمیگم، چون افتخار نداره شکست خوردن. اگه میبینید اینجوری دارم اومدم و گستاخانه اینو دارم میگم که توی چالنج 70 روز یا چالش 70 روز شکست خوردم، به خاطر اینه که بعضی وقتا باید خیلی راحت باشید با خودتون و ویدئوی من امروز موضوعش همینه که انقدر با خودتون اینجوری باشید که برید جلو آینه و تو هر چالشی اول از همه خودتون بپذیرید که من توی این چالش شکست خوردم، چون ما به هر روشی، خب به 1001 روش میتونیم هم ذهن خودمون رو گول بزنیم هم هر چیز دیگه ای. آقا من شکست نخوردم، من فقط یه روز مثلا فلان کار فلان ورزشش رو فقط انجام ندادم، چون این چالش خیلی چیزای قسمت‌ها اینقدر نگو چالش، بگو چالش. من عصبیم. این چالش خیلی بخشای مختلفی داره، خب و خب یا حضرت عباس خیلی بخشای مختلفی داره و خب تو یکیشم که شکست بخوری، یعنی مثلا یه روز انجام ندی ورزش تو، در واقع تو شکست خوردی. من چالشمو داشتم انجام میدادم، خیلی هم اینجوری بودم که بطل شادانه بکن پشور، یعنی گفتم من میرم تو دل این چالنجه شکستش میدم، من
ورزشمو میکنم، رژیم غذاییشو انجام میدم و واقعا هم صبح زود بلند میشدم. بعد ببین مثلا من میرفتم مهمونی تا مثلا 12 شبم که میموندیم مهمونی، چون که من اون روز ورزشمو نرسیده بودم انجام بدم، از اونجا از مهمونی تا دم در خونه یعنی واقعا یا میدویدم یا ورزش میکردم تو مسیر. یعنی جوری بودم که میگفتم هیچ چیزی آقا نمیتونه منو جلو داره منو بگیره که این چالش رو من انجام بدم. حتی حالا بعضی از دوستان که اینو میبیننم با من کلکل کردن که آره نمیتونی، زیاده، سخته، فلان اینا. گفتم نه من میتونم و انجامش میدم و اینجوری بودم که let's go، یعنی با هیچ چی جلو من نمیگیره و این شکلی با این فاز بودم. تا اینکه سر یه اتفاق و یه داستانی حالم یه جوری بد شد که اسپانیا میگن، به قول اسپانیا، من خودم اسپانیا، از شدت درد دلا راه میرفتم. یعنی اینجوری خم میشدم، دلمو میگرفتم و اون شکلی راه میرفتم. اینقدر حالم بد شد، یعنی دل درد شدید. بعد همش از یعنی منتالی بود، از ذهنم میومد. فشارهایی که روی ذهنم سر یه اتفاقی که واسم افتاد توی اون چند روز افتاد، فشارهایی که افتاد باعث شد که دل درد خیلی شدید، حالت تهوع، اصلا داشتم میمردم. یه جوری بود که میگم اینجوری راه میرفتم. خیلی شرایط برام سخت شده بود. گذشت و من غزالی که گیر رو این که چالنجمو انجام بدم، 2 روز نتونستم ورزش کنم و باختم. اول از هر چیزی توی این زندگی بحث سلامت جسم و روح و مغزمونه. حالا اینا شاید واقعا از نظر خیلی‌ها کلیشه به نظر بیاد، ولی تا وقتی توش قرار نگیرید نمیفهمید. خیلی همون هستیم میریم تو خیابون میخندیم، هر چیزی، طرف دپرشن داره مثلا میره خونه داره حس میکنه فردا میمیره، اصلا هیچ کس رو نداره، حالش اصلا خوب نیست، مجبوره ولی زندگیشو ادامه بده. همون آدم من میگم خیلی موفق تر از کسی که دپرشن داره، باهاشم کنار نمیاد هیچ جوره و نمیتونه هندل کنه زندگیشو. این خودش یه درس بزرگه. خیلی از این امتحانایی که ما پیش خودمون انقدر بزرگش میکنیم که سرش یا سکته میکنن خیلی از بچه هامون، یا چه میدونم از فشار روحی دیوونه میشن، یا هزار تا چیز دیگه. خیلی از این امتحانا رو تو کنکور میتونی تا پیر میشی بری کنکور بدی، تا هر موقع دلت میخواد برو کنکور بده. تو سالم باش، به خودت اونقدر فشار نیار که از نظر منتالی و هر چیزی بپکی. حالا تو توانشو داری، تا 70 سالگی میتونی بری این آزمون رو بدی. خب نمیگم که حالا تو هر روز برو بشین شکست بخور، خب هر روز بری شکست بخوری که دیگه بشه دردی میخوری دیگه. به هر حال یه چیزیه که از نظر منطقی هم باید جواب بده. زندگی میره و تو مجبوری که خودتو اینجوری بلند کنی و خودتو بکشونی. شده زخمی، شده خون داره ازت میچکه، داری بدبختی میکشی، اصلا دیگه به فنا رفتی، به فاک رفتی واقعا. دست خودتو میگیری بلند میکنی، میکشی، خودتو میبری. یعنی زندگی این شکلیه. مثلا این چالشم به من واقعا اینو یاد داد. من یه وقتایی خودم خیلی واسه خیلی میدونم هست همچین چیزی، مخصوصا تو سنای ماها. خب خیلی ما ممکنه اشتباهاتی بکنیم، اصلا اسمش هم نذاریم اشتباه، ممکنه تجربیاتی داشته باشیم که اونقدر به مزاج خودمون بعدن شیرین نیاد، ولی همون تجربه یه درسی رو به ما میده که ما آدمی میشیم که امروز هستیم، که نسبت به دیروزمون خیلی چیزا بیشتر بلدیم و تو خیلی از چاه‌ها دیگه نمیافتیم، یا حداقل به قول خودمون اگه میخوایم تو چاه بیافتیم با خودمون یه طناب میبریم که راحت‌تر بیایم بیرون. کلا این ویدیو رو گرفتم اصل داستانش که بهتون بگم واقعا هیچ چیزی ارزش اینو نداره که اونقدر تو ذهن خودتون خب بزرگش بکنید که بعدن یه روزی باعث بشه شما تو هر چالنجی که با خودتون داشتید، هر چالنج، شکست بخورید. It's okay.
چالش یه چیزیه که 1000 بار تو زندگیت میتونی از اول شروع کنی. اگه ازدواج کردی طلاق گرفتی 100 بار دیگه میتونی شوهر کنی، چیزیه که زیاده. 100 بار دیگه میتونی زن بگیری، چیزیه که زیاده. اگه شوهرت بهت خیانت کرده، اگه دوست پسرت ولت کرده، اگه دوست دخترت تغییر جنسیت داده، دیگه تو رو دوست نداره، میخواد بره با یه دختر دیگه، اصلا هر چیزی، میگم دیگه اصلا هر چیزی ته یه چیزی رو ببین. خب هر اتفاقی هم که بیفته، خب تو از نظر منتالی اگه رشد کرده باشی، قوی باشی، تو میدونی که تو 1000 بار دیگه فرصت داری. اگه سالم باشی، اگه اونقدری خودتو قوی کرده باشی که با وجود اون اتفاق هنوز داری زندگی میکنی و از پا نیافتادی، 1000 بار دیگه برو تو چالش شرکت کن، 1000 بار دیگه برو فلان کن. حالا مثلا یه عده میان میگن که آقا مثلا ما آیس پول دادیم، حالا پولمون مثلا پول ایتس اوکی. یه سری چیزا واقعا خودتونم میدونید که بهونه است و میاد و تو 100 بار میتونی یه کاری رو انجام بدی از اول، چالش رو 100 بار دیگه میتونی شرکت کنی. اما اگه سالم باشی، چون اگه خودتو انقدر پوکونده باشی از اینجا، خب که نتونی وقتی شکست خوردی و افتادی به هر دلیلی از پات از جات بلند شی، آبو بزنی تو صورتت بگی من به چه دلیلی شکست خوردم، این دلیل، برم حلش کنم. اگه اونقدر قدرت نداشته باشی تمومه، یعنی واقعا رسیدی به ته رو. ذهن ما هم دقیقا میتونه نقشه یه هیولا رو واسه ما بازی کنه یا نقشه یه کسی که کمکمون میکنه. ما خودمونیم که میسازیمش واسه اینکه فردا ازش استفاده کنیم. اینجوری فکر کنید به نظر من. بسم الله الرحمن الرحیم. یا حضرت عباس، برام که سوسک نباشه اون که بیولدی. خب 100% دوباره این چالش رو انجام میدم. وقتی که دارم با خودم ذهنم رو آماده میکنم، میگم دلیلش رو پیدا کردم، اون بخش از ذهنم رو قوی تر بکنم. وقتی که توی این داستان خودم رو به موفقیت رسوندم، 100% شرکت میکنم دوباره. امیدوارم که این ویدیو واسه کسی بتونه همون حالتی رو داشته باشه که بلند شه آب بزنه به صورتش و مشکلش رو از ریشه پیدا بکنه و بره واسش و حلش کنم. خیلی زیاد دوستتون دارم. ماچ بهتون از خیلی زیاد نزدیک. مخلصم. اینجا خیلی ماشین رد میشه. حالا همونجوری که ملاحظه میکنید در پیست رالی کشور ترکیه هستیم. در حال کلا هم که اصلا کلا چون اونقدر شاید خیلی ها فکر کنن که کلیشه اگه هم کامنت بذارید و اینکه لایک یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید.